حق 100% با کیمیا. 100%. حق با از نظر منم حق با کیمیا بود. با کیمیا. حالا نه 100% ولی بیشتر حق با کیمیا بود. فکر کنم الان دیگه. الان قبلا چی؟ اون موقعی که تو رابطه بودن بازم حق با کیمیا بود. چجوری میشه آخه حق با کیمیا باشه در حالی که یه بخشی حالا ما داشتیم مثل مصرف گل پارسا بوده، هیچی اصلا به ما ربطی نداره، موضوع شخصیه، بخش بزرگ داستانشون با هم دیگه سر تو بوده، سر دوستی تو با پارسا، سر این بیش از حد صمیمی بودنه. چجوری خب حق با کیمیا بوده؟ اگه حق با کیمیا بوده تو چرا ول نمی‌کردی این دوستیه رو؟ تمامش نمی‌کردی؟